سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 نوامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. گزارشگر سازمان ملل میری لولر به تاجیکستان میآید. در دوشنبه یک ماشین تاکسی از بالای پل چپه شد. بچه‌هاتان را گویید از روسیه آمده به خدمت روند. بازداشت والدان مهاجر بچه‌ها در پنجکند. مناقشه جوان تاجیک با دو ازبک در یک طرفخانه پتربورگ با کشتار انجام یافت. موج نو اعتراضات در خطای به ضد کرانتین حزب کمونیستی و سی جین پین. در شبانه روز حبس دختر بلاگر با تخلص سنیکرز برای ویدیوهای شبانه. تیمور رئیموف در چمپیونات اروپا صاحب مدال نقره شد. و اکنون تفصیلات خبرها. میری لولر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حامیان حقوق انسان، از 28 نوامبر تا 9 دکامبر با مقصد آموختن وضع حامیان حقوق از تاجیکستان بازدید میکند. در اطلاع رسمی گفته می شود که این بازدید امکان میدهد که وضع حامیان حقوق در تاجیکستان و مشکلات و چالش‌های اساسی که جامعه شهروندی در این کشور روبرو شده است تحقیق و ارزیابی شوند. میری لولر از وضع جامعه شهروندی در تاجیکستان و سرکوب فعالان و اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان به شدت انتقاد میکرد و از مقامات تاجیکستان طلب داشت تا به حامیان حقوق حرج گذارند و تعقیب آنها را بحث کنند. میری لولر قبل از سفرش به تاجیکستان گفته است که او ضمن این بازدید روی مسائل مربوط به اجرای طلبات اعلامیه حامیان حقوق و دیگر سندهای بین المللی مربوط به حقوق انسان که تاجیکستان امضا کرده و برای اجرای آنها تعهد سپرده است تمرکز خواهد کرد. او مساعدت به مهیا ساختن شرایط به حامیان حقوق برای انجام آزادانه فعالیت‌هایشان را از مقصدهای اساسی خود در جریان این سفر نامیده است. من همچنین چاره‌ها در مورد حمایت حامیان حقوق از جمله در قانونگذاری و سیاست کشور، شرایط ثبت نام و اداره سازمان‌های غیر دولتی، مسائل آزادی بیان و گردهمایی‌ها و دسترسی به کمک‌های حقوقی را تحقیق خواهم کرد، گفت از خانم لولر. سفر او در حال صورت می‌گیرد که به گفته حامیان حقوق تعقیبات نمایندگان جامعه شهروندی در تاجیکستان و حقوق انسان در این کشور خیلی بد شده است. قرار است گزارشگر ویژه سازمان ملل در جنبش سفرش نشست خبری برپا کرده تأثیراتش از سفر تاجیکستان را بر رسانه‌ها بیان کند. این نشست خبری روز جمعه 9 دکامبر ساعت 15:00 در قرارگاه سازمان ملل در شهر دوشنبه دایر می شود. به این نشست خبری تنها به ژورنالیستان اجازه ورود داده می شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل خلاصه‌اش درباره وضع حقوق انسان در تاجیکستان را ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق انسان سازمان ملل ارائه خواهد کرد. ساکنان جماعت ماغیان شهر پنجکند به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که مقامات این منطقه چند روز باز پسرشان در روسیه در مهاجرت کاری قرار دارند برای از خدمت حربی گریزانیدن فرزندانشان بازداشت کردند. به گفته همصحبتان بامداد این بازداشت‌ها تقریبا از 20 نوامبر آغاز یافته و در بین یک هفته تقریبا 15 نفر از ساکنان دهه پشت قرغان، آب باریک، پول گرداب، گذر فونی، میدان غیزن بالا و غیزن پایان و سار اساساً پدران جوان سین و سال دعوتی را برده در شعبه میلیشیا شهر پنجکند محکم کردند. به آنها امر دادند تا به فرزندان خود در روسیه زنگ زده از بازداشت خود خبر دهند و فرزندانشان را مجبور کنند که برگردند و به خدمت حربی بروند. به گفته ساکنان دهه‌های جماعت ماغیان، آدمانی که این بازداشت‌ها را تشکیل کردند فرزندان خود و خویشاوندان خود را که در همین جایند به خدمت نمی‌فرستند و می‌خواهند که فرزندان دیگران را از روسیه آورده به خدمت فرستند و از حساب آنها نقشه را اجرا کنند. ولی رئیس جماعت ماغیان به نام اکرام به گفته ساکنان ادعا داشته است که اول از همه پسر خودش را به خدمت فرستاده است. تصدیق این ادعا توسط منابع دیگر هنوز میسر نشده است. مقامات این خبر بازداشت والدان در جماعت ماغیان را تا حال شرح ندادند، ولی منابع آگاه میگویند که این بازداشت‌ها در دیگر گوشه‌های پنجکند هم به نظر می رسد و سببش تا حال نقشه تیرمایی دعوت به سوی قوه‌های مسلح را اجرا نکردن شهر و جماعت‌های این منطقه است. این در حالی است که تا پایان موسم تیرمایی همگی 4 روز دیگر باقی مانده است. در پایان ماه نوامبر سال 2021 که پنجکند آن وقت هم
نقشه را اجرا نکرده بود، کارمندان مقامات چند بار با لباسهای ملکی به صنفخانه‌های کالج آموزگاری شهر پنجکین زده در آمده، همه پسران دانشجو را مجبوراً به ماشینا بار کرده به کمیساریات حربی برده بودند. روز 1 اکتبر در تاجیکستان رسما موسم تیرمایی دعوت به صف قوه‌های مسلح آغاز یافت. دعوت تیرمایی تا 30 نوامبر دوام می‌کند. وزارت مدافع اخیراً خبر داد که نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان تا 15 نوامبر علاقه 84% اجرا شده است. تا این شکایت اخیر از جماعت موقعان به فرق از دعوت‌های گذشته، در جریان این دعوت تیرمایی شکایت‌های جدی از ابله و یعنی زورن در کوچه و بازارها داشتن و به ارتش بردن جوانان سن سال دعوتی تقریبا به گوش نمی رسید. چاره‌های شدید برای پیشگیری از افزایش نوع بیماری کرونا ویروس در خطای موج نوع اعتراض‌ها را به وجود آورده است. مقامات هر روز ثبت شدن تا 30,000 حالت نوع گرفتاری به کرونا ویروس را سبب برای انداختن چاره‌های شدید می‌نامند، ولی این اقدامات به ساکنان چندان مقبول نیست. آنها این چاره‌ها را خیلی سنگین، غیر انسانی، غیر ملی و بی نتیجه نامیده دست به اعتراضات زده ایستادند. اعتراضات روز پنجشنبه هفته گذشته بعد به کام آتش فرو رفتن یک بنا در ارومچی، مرکز ولایت مختار شینجان اویغور که سبب مرگ 10 نفر شد آغاز یافت. ساکنان ناراضی این ولایت از سیاست پیشگرفته حکومت چین دست به اعتراضات خیابانی زدند. اعتراضگران برانند که محدودیت‌های سنگین و قانون‌های غیر انسانی مانع برای خروج شهروندان از مکان فوجیه و ورود دسته امدادگران به بنا شد، اما مقامات محلی این فرضیه را رد و با گردیم آمدگان برخورد بی‌نمونه می‌کنند. ارومچی زیاده از 3 ماه باز در کرانتین قرار دارد. اهالی این شهر نزدیک به 4 میلیون است. اعتراض‌های ارومچی را ساکنان شهرهای پکین، شانگهای، گوانژو، چندو و ووهان نیز پشتیبانی کرده به نشان اعتراض به حکومت از برخورد سنگین مقامات به خیابان‌ها ریختند. در این شهرها نیز اعتراضگران با واکنش سخت نیروهای پلیس روبرو شدند. این برخورد پلیس با شهروندان ناراضی معرکه را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. کاربران از حکومتداران سوال می‌کنند که همه راهپیمایی‌ها در شهرهای مختلف صلح‌آمیز و بی خشونت برگزار می شود، ولی چرا پلیس دست به خشونت و بازداشت بیرحمانه شهروندان کشور می زند؟ پس از برخورد خشونتبار با اعتراضگران آنها شعارهای مرگ به حزب کمونیست و مرگ به سی جین پینگ را سر دادند. از نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زنند دیده می شود اعتراضگران مانع‌های آهنین را که برای صد راه آنها گذاشته‌اند می‌شکنند و خواستار قطع کرانتین هستند. اعتراضها در چین در سالهای آخر خیلی کم به نظر می‌رسد. حزب حاکم کمونیستی چین با سروری سی جین پین همه ساختارهای حکومتی و غیر حکومتی را در زیر نظارت مطلق خود قرار داده است و شهروندان زیر سانسور شدید قرار داشته. نشانی از مخالفین در این کشور به نظر نمی رسید. چین یا خطای که از کشورهای هممرز با تاجیکستان به شمار می رود با یک از 4 میلیارد اهالیش پراهالی‌ترین کشور دنیا به شمار می رود. اقتصاد این کشور از لحاظ مقیاس بعد اقتصاد امریکا دومین اقتصاد بزرگ دنیا دانسته می شود. تا چند سال پیش دومین اقتصاد بزرگ دنیا ژاپن بود، ولی چین در حال رشد توانست از لحاظ حجم اقتصادیش از ژاپن پیش گذرد. مرکز مطبوعات ملی دوشنبه با نشر چند عکس از جای حادثه خبر داد که صحنه 28 نوامبر سال جاری تقریبا ساعت 13:10 راننده автомашین تمغه کیا ریو رقم قید دولتیش 7280-05 حلیموف خورشید در نتیجه با سرعت بلند در بالای پول یا کوپروک خیابان اسماعیل سامانی حرکت نمودند. از روده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به پنجره آهنین کنار چپ رو برخورده است. در نتیجه پنجره آهنین کنار رو شکسته به آینه های طرف چپ اتوبوس مسافربر رقم های قید دولتیش 1251-09 که با تک کوپروک حرکت میکرد برخورده به نقلیات مذکور ضرر تکنیکی رسانیده است. همزمان واسطه نقلیات تمغه کیا ریو نیز از بلندی 6.35 متر با قسم پیش برای اتومبیلگرد کوچه نظامی گنجوی سر و زیر شده است. در نتیجه صدمه مذکور تنها یک مسافر داخل اتومبیل تمغه کیا ریو جوان دختر 18 ساله ساکن شهر دوشنبه جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شده است. ریاست وزارت کار داخلی دوشنبه گفت اوید به این صدمه مواد لازمی ترتیب داده شده سنجش جریان دارد. تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم.
شب 24 و 25 نوامبر سال 2022 در شهر سانت پتربورگ روسیه بین مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان مناقشه خونین صورت گرفت که با کشتار انجام یافت. شهروند 19 ساله تاجیکستان به دو مهاجر ازبک حمله آورده، یکی را با کار و دومی را با تفنگچه تروماتیکی زخمی کرد. مردی که کارت خورد در بیمارستان جان داد. برای بازداشت گمان برشونده پلیس عملیات پریخوات را برای انداخته جوان تاجیک را در دهه نوی دیویاتکنا 14 کیلومتر دورتر از جای حادثه توانستند دستگیر کنند. بنا به اطلاع پلیس پتربورگ تخمینا ساعت 1 شب 24 و 25 نوامبر در یک طربخانه در گلگشت کاتلنیکوف بین سه مهاجر مناقشه به عمل آمده است. در وقت مناقشه یک جوان 19 ساله از تاجیکستان با کارد یک شهروند 28 ساله ازبکستان را از ناحیه قفس سینه و ران پایش چند ضربه زده. مهاجر 33 ساله زاده ازبکستان را با تفنگچه تروماتیکی بر رویش پرانیده است. بعد این جوان تاجیک با ماشین تمغه هوندای صنعت که از شرکت کارشیرینگ اجاره گرفته بود نشسته کوشش فرار کرده است. او این ماشین را در پارکوفکای مرکز سفدای اندستریال نپرتافته به ماشین تمغه کیو سرنتو نشسته و از آنجا فرار کرده است. جوان تاجیک را کارمندان دپس تنها در پاسگاه نزد دهه نوی دیویاتکنا 14 کیلومتر دورتر از محل حادثه دستگیر کرده برای 2 روز حبس گرفتند. معلوم شد که او در پتربورگ بدون ثبت نام در اداره های مهاجرت به سر می برد. هر دو جبر دیده را از طربخانه به بیمارستان بردند. مهاجر 33 ساله را که از تفنگچه تروماتیکی تیر خورده بود طبیبان بعد دارو کردن و بستن زخمش جواب دادند، ولی جبر دیده دوم 28 ساله که از قفس سینه ران پای و ششش ضرب کارد خورده بود در حالت وزنین بستری کرده شد و ساعت 7:30 صبح 25 نوامبر جان داد. نسبت به جوان تاجیک بر اساس قسم 4 ماده 111 کودکس جنایتی روسیه با اتهام رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که باعث هلاکت جبر دیده شده است پرونده جنایتی گشودند. به این جوان تاجیک بر اساس این بند قانون تا 15 سال زندان تهدید میکند. سبب این مناقشه خونین بین جوانان تاجیک و زادگان ازبکستان که به آدمکشی پیچید هنوز معلوم نیست. 29 اکتبر سال 2022 در هولدینگ ورزشی دوراب وخوری رهبران و اعضای فدراسیون دولت‌های آسیا برگزار شد که در رفت آن سازمان نو فدراسیون آسیا عاید به صنعت محاربه‌های آمیخته تأسیس داده شد. دفتر مرکزی IMF در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه جایگیر کرده می شود. در این باره روز 29 نوامبر سال 2022 خدمات فدراسیون صنعت محاربه‌های آمیخته تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع رسمی محمد قنبر پرزیدنت فدراسیون آسیا عاید به صنعت محاربه‌های آمیخته تعیین گردید. به منصب نایب یکم پرزیدنت IMF چند نامزد پیشنهاد گردیدند. در رفت محاکمه و آوازدهی عمومی در بین اعضای فدراسیون پرزیدنتی تاج IMF دوران جورایف نایب یکم پرزیدنت فدراسیون آسیا عاید به صنعت محاربه‌های آمیخته تعیین گردید. به مقام دبیر کل IMF فاروق خلیموف تعیین کرده شد. یادآور می‌شویم از 27 تا 30 اکتبر در شهر دوشنبه چمپیونات آسیا عاید به MMA برگزار شد که در آن دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری فدراسیون صنعت محاربه‌های آمیخته تاجیکستان جای یکم را اشغال نمود. ورزشکاران تاجیک در این مسابقه 9 مدال طلایی، 8 مدال نقره و 18 مدال برنجی به دست آوردند. تیمور رحیموف یکی از خوشنامترین پهلوانان تاجیک روز 26 نوامبر سال 2020 در چمپیونات اروپا عاید به گشتین جودو میان بزرگسالان در هیئت تیم رد استار سربستان در وزن بیش از 100 کیلوگرم به میدان برآمده به گرفتن نشان نقره مشرف گردید. باشگاه رد استار به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی اروپا رسید و تنها در رقابت آخرین از دسته گرجستان ناکام شد. مسابقه قهرمانی اروپا میان بزرگسالان 26 نوامبر در شهر گوری گرجستان برگزار گردید. رقابت‌ها از روی 10 وزن بین 161 جودوکار از 26 کشور جهان دایر شدند. تیمور رحیموف 8 ایول سال 1997 در نوحه رودکی به دنیا آمده از 6 سالگی با هدایت بابایش رستم عبدالرحمانوف به مشق گشتین سر کرده است. تیمور رحیموف سال 2020 در بازی‌های المپیک توکیو پرچم بردار تیم ملی المپیک تاجیکستان بود. سال جاری برای تیمور رحیموف پرمسئول بود. او از جمله روز 6 نوامبر سال 2022 در شهر باکو پایتخت آذربایجان در مسابقات توسکولای بزرگ باکو 2022
اوید با گشتین جودو در وزن بیش از 100 کیلو صاحب مدال طلا شد. مدال طلای تیمور رحیموف اولین مدال طلای گشتینگیران تاجیک به نمایندگی از تاجیکستان در مسابقه های گشتین جودو از سلسله گراند سلام است. شهردار دوشنبه رستم امامعلی به تیمور رحیموف برای پیروزی در این مسابقه معتبر همچون نشان قدردانی در پایتخت خانه دوژرگی با تمام شرایط روزگار توفه کرد. میلیسیای دوشنبه روز 25 نوامبر سال 2022 خبر داد که بلاگر قربانووا فاطمه سال تولدش 2004 زاده و ساکن شهر بوستان را برای در اینترنت پهن نمودن نوارهای خصوصیت شبانه داشته و استفاده عباره‌های تحقیرآمیز به مدت 10 شبانه روز حبس کردند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت فاطمه قربانووا با مقصد زیاد کردن آبونچیان خود در شبکه‌های اجتماعی دست به چنین عملی به عقیده میلیسیا غیر اخلاقی و به عرف و عادت مردم تاجیک تماما بیگانه زده است. خود فاطمه قربانووا که با تخلص سنیکرز ویدیو نشر میکرد و در اینستاگرام نزدیک 6000 آبونچی دارد، روز 25 نوامبر در پی نشر خبر ابسش تنها همین قدر نوشته است که صبر میوه بیشتر است، کم ترک دیگر ماند، همش را میفهمید. او شری از این بیشتر ندود است که منظورش از کم ترک دیگر ماند چیست. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه می نویسد در سگمنت تاجیکی شبکه‌های اجتماعی بلاگران پیدا شدند که با مقصد هر چیز زیادتر کردن آبونچیان خود نوارهای خصوصیت شعوانی داشته و یا با استفاده سخنهای قبیح خصوصیت غیر انسانی را که به عرف و عادت مردم تاجیکان تماما بیگانه است به نوار گرفته توسط صحیفه‌های خود در فضای اطلاعاتی پهن می‌نمایند. میلیسیای پایتخت از جمله می‌افزاید معین کرده شد که یکی از چنین بلاگران شهروند جمهوری تاجیکستان قربانووا فاطمه امیرخانونا سال تولدش 2004 زاده و ساکن شهر بوستان بوده با مقصد زیاد کردن آبونچیان خود در شبکه‌های اجتماعی به پهن نمودن نوارهای خصوصیت شعوانی داشته و استفاده عباره‌های تحقیرآمیز مشغول است. با مقصد پیشگیری پنشوی چنین نوارهای غیر اخلاقی شهروند قربانووا فاطمه به جزای مأموری جلب کرده شده به مدت 10 شبانه روز به حبس گرفته شد. میلیسیای دوشنبه در پی نشر خبر حبس این بلاگر از شهروندان علل خصوص بلاگران خواهش کرده است که در شبکه‌های اجتماعی از استفاده عباره‌های تحقیرآمیز خودداری نمایند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.